شکرانه کنید که شما انا همین آب رو دارید. اگر شکرانه نکنید آب را هم از شما میکشم میگیرم، به آب زندگی میکنید. برا هر کسی که از همین سرزمین از همین وطن ناشکری میکند خدا میزند، کور میشود. کدیمی که از همین حالتی که در وطن شکرانه میکنه که والله او به ایمونه خدا نمیزنه. کدیمی که شکرانه به همین حالی که رحمان به سر ما را آوردگی میکنه والله قسم در مؤاخذه الله قرار میگیره. بازی دینت، بازی فرهنگت، بازی مذهبت، بازی تمام مقدساتت، بازی ناموست، بازی تمام آن چیزی که گذشته و آینده و حاضر داشتی مبارزه به امان برده است، تمام کارت انجام داده است با تو شکرانه نکن که انا همین خیلی لعنت کرده الله در تاجیکستان تراس ظلم داره. شکر کرده ماندکار ما شما برابر ابرقدرت در تمام سازمان های بین المللی یک آواز. هر کسی که از همین سرزمین از همین وطن ناشکری میکند خدا میزند، کور میشود، کور میشود. اگه کورشوی چند معنا داره، یعنی زندانتون میکنید دیگه دنیا رو نمیبینی، سرتون میکنید روسیه میره دیگه تاجیکستان رو نمیبینی. این هم طریق کورشوی چند معنا داره. این خونه سوخته بفهمه مردم که شما در سوید بوید نیستی، شما در میگه او بسه، میگه شما غلامین. غلام باید شکرانه کنه، فقط غلام کارش فقط شکرانه.